سلام همراهان همیشگی. مورچه ها عزیزان یک منطقی فوق‌العاده دارند که میتواند برای استراتژی ها الهام بخش باشند و این فلسفه زیبای مورچه که از 4 قسم عبارت است میخواهیم پیشکش شما عزیزان کنیم که دانستنش از منفیت خالی نیست و شما میتوانید در فعالیت خود از آن استفاده برید. نخست یک مورچه هرگز تسلیم نمی شود. منطق خوب است که اگر آنها به سمت پیش حرکت کنند و شما تلاش کنید بازداشتشان دارید، به دنبال راه دیگر می گردند. بالا می روند، پایین می روند، دور می زنند و در نهایت آنها به جستجوی خود برای یافتن راه دیگر تلاش می کنند و راهشان را ادامه می دهند. چه منطقی قدرتمنده! هرگز از جستجوی راهی که تو را به مقصد موردی نظر می رساند دست نکش. دوم، مورچه ها در تابستان پر را به زمستان می اندیشند. این فعالیت خیلی مهم است و این گونه نظر کردن نیست. نمی توان اینقدر ساده بود که گمان کرد تابستان برای همیشه ماندگار است. پس مورچه ها در آغاز تابستان در حال جمع آوری غذای زمستانشان هستند. آینده نگری اصلی مهم است و باید در تابستان فکری طوفان را هم کرد. باید همچون که از آفتاب و شمال فارم تابستان لذت میبرد به فکر سنگ و خاکباریش هم باشد. سوم عزیزان، مورچه ها کل زمستان را مثبت می اندیشند. این هم خیلی مهم است. در طول زمستان مورچه ها به خود یادآور می شوند که این دوران زیاد طول نمی کشد و به زودی از آنجا بیرون خواهند رفت و در اولین روز گرمی نیز مورچه ها بیرون می آیند. اگر دوباره سرد شد آنها بر می گردند ولی باز در اولین روز گرمی بیرون می آیند. آنها برای بیرون آمدن نمی توانند زیاد منتظر بمانند. آخرین بخش فلسفی مورچه ها، یک مورچه در تابستان چقدر برای زمستان خود خوراک جمع می کند. این خیلی مهم است. هر چقدر که در توانشان باشد. چه منطق فوق‌العاده است این منطق که هر چقدر در توانت است تلاش کن. یک بار دیگر با هم مرور میکنیم که یکم یعنی هرگز تسلیم نشو، دوم آینده را ببین، زمستانی بیاندیش، سوم مثبت بمان، تابستان را به خاطر بسپار و چهارم اینکه همین تلاشت را کن تا اینکه به هدفت برسی. این قانون‌ها خیلی مهمند. باوری کامل دارم که از این 4 منطق فلسفی زیبای مورچه ها برای رسیدن به هدفهای خودتان استفاده میبرید. با مرکز خرد بماند تا بهترین ها را بشنوید.